салом алайкум дӯстон, имрӯз мо дар Балтийски море шаҳри Санкт-Петербурги Федератсияи Россия қарор дорем. Имрӯз мо намехостем видео кунем, лекин як чизи аҷоибро дидем ки ҳама дар инҷа дар Балтийски море ях бастагӣ аст, 1 метр тақрибан ях бастагӣ аст. Ҳама дар инҷо сайру саёҳат доранд ва дар онҷо парашютни зона аст, яъне ки бо парашют парвоз мекунанд ва ҳамаро дида истем ки чӣ тавре ки мебинем моҳигирҳо дар инҷа моҳӣ гирифта истанд ва чизи аҷоиб дар инҷо ҳамин шуд ки ба мо хостем ки видео кунем. Ана дар онҷо як ҷазирае ҳастад ва онҷоро намедонам тоҷикон ном гузоштанд ё кӣ ном гузоштааст ки ба ман аҷоиб шуд. Дар инҷо ном гузоштанд ки ҷазираи Мадагаскар. Мо ба онҷо мерем, ҳамроҳи мо бошед, видеоро давом медиҳем. Mana do'ston, atrofu hamma ba shikori mo'yi omadaga hastand va mo bo digar maqsad omadaga hastیم. Mo maqsadi asosiy mo hamin است ki بعدمون نیم جزیره که هست در اونجا در دوری بعدمون نیم جزیره رو یک کمی تاجیک شده 2 نفره ما فتح کنیم، یعنی که اونجا رو کشف کنیم. با اونجا هر کس نمیره که اونجا خطرناک است و ما میخواهیم که ریسک کنیم و بعدمون نیم جزیره در اینجا بحر من با گفته برادرم بالتیسکی موره سنت پتربورگ در همون نیم جزیره ما رو اولین تاجیکستان اونجا رو فتح کنیم. رفتیم دوستان. من برادران این طرف ماهی رو شکار میکنم و میدارن با هر گونه آب تصفیه. Lach Center. مالا دوستان ما 2 نفره نزدیک میشیم به نمون نیم جزیره ماداگاسکار در بین بحر بالتیک سانت پتربورگ. اوه انا اونجا ده رفتیم برو پایین.
برادران، نزدیک رسیدیم به نمون جزیره ماداگاسکار. اینجا بی‌حد شمال هست و بی‌حد خنک است. خدا و شکر ما به یکم آسیب به یکم حادثه آماده استیم و دیده استیم که ما در پل یخ، در پل دایره بالتیکی فدراسی روسیه راه گشته استیم و خدا و شکر ساق سلامت بوده نزدیک رسیدیم به اون جایی که ما انتخاب کردیم و میخواهیم اونجا رو فتح کنیم. مالا دوستان ما اومدیم به همون جزیره ماداگاسکار واقع در شهر سنت پترزبورگ در میانه بحر بالتیسکی موره رفتیم. دوستان به شما یک چیز رو بگویم که شاید این رفتاری ما کمتر از روی چی بگیریم مقصد به بسیاری ها معقول نشد. حتی از یک دوستان زنگ زدن یک ساعت پیش، 2 ساعت پیش بود زنگ زدن و از ما پرسان شما با کجا میریم؟ ما در جواب گفتیم ما همین طور مقصد داریم و نیم جزیره واقع در میانه بحر بالتیک هست، نیم جزیره ماداگاسکار هست، اونجا رو یکم کس فتح نکردگی هست. ما با اونجا میریم. گفتیم اون انسان به ما در جا گفتن که شما مقصد به عقل چیه؟ گفتن برای اون که هر یک انسان هر یک به خود هر چی رو به خود پسند میداند و هر انسان هر فکر و منیلی دارد. برای اون من میخوام مقصد ما رو غیبت نکنه، یکان چی نگویم ما یکان به عقل نیستیم یا یکان چی نیستیم. این یک کیفیت به ما هست. هر انسان با هر روح مقصد نخیر در حیات دوال میشد، خاطر جمع میشد. خاطر ما در همین بوده است که ما همینجا رو یکمین تاجیک شده فتح کردیم. چی این بده؟ بد نیست. کی چی فکر کنه فکر کرده است. ما راه به سوی آرزوی ما را دوام میدیم، راست به سوی هدف ما حرکت میکنیم. دوستان من ما تو به همینجا آمدیم و بخواهیم به اون طرف گذاریم، لیکن کمتر خطرناک است. اینجا اوجه دیده ایستیم پاهای ما به درون آب رفته ایستیم و ما نمیخواهیم مقصد یکان آسیب ببینیم یکان چیه چه وقت باید. والا دوستان خوشبختانه ما با هر راه و اصول گذاشتیم به همینجا. انا اینجا ماداگاسکار میگم، ماداگاسکار میگم، ماداگاسکار میگم. انا اینجا انا این منظره رو بینه چطور معجزه‌ناک است. انا این طرف هم اوجه من چی هست؟ بحر هست. ما نمیتونیم به اون طرف گذاریم برای اون که اینجا کلیدار کردگیم مخصوص برای اون کاتاماران ها هستن، چی هستن، اون قلوتک ها هستن، اون چیزهای مخصوص میگذارن. خود بینید 25 کیلومتر و 194 متر رو ما طی کردیم تا به نیم جزیره ماداگاسکار
баҳри Балтика воқеъ дар шаҳри Санкт-Петербург аст. То ба намиҷо омадамо 25 километрро мо тай кардем. То ба миёни баҳр омадам. Инро бинед ки аз инҷо Лах центр ано зание ки 100 чанд этаж аст дар Осиё якум ҷо аст ва ана мо ҷо мо наздик шудем. دوستان من اینجا نشسته معابد کرداسته بودیم و یک دیدن از کارت کردیم که در خریطه دیدیم که یک چیزی عجایب رو دیدیم که ما حتی در خریطه این جایی که ما اومدیم وجود نداره. ما حتی در خریطه نیستیم، در کارت نیستیم. برای همین ما اولی تاجیک گشتیم که اینجا رو کشف کردیم. جزیره ماداگاسکار واقع در بحر بالتیک شهر سانکت پتربورگ. انا اینجا رو بینید چطور خوشرو است. این بود امروزه مقصد حیات فعالیتی ما در این ویدیو ثبت شده است و ما امروز خواستیم سیر و سیاحت به میان بحر بالتیک سانکت پتربورگ و به نیم جزیره ماداگاسکار آمدن خواستیم و با شکر خدا ما آمدیم. همراه این برادرم مقصد نوار گرفته است، همراه این برادر دو نفر ما آمدیم و شکرانه خدا که به یگان حادثه مقصد به یگان پرکلیچینی آمدیم. نگاه نکرده به همین یخها ما در جای مقصد نیابیشتی مقصد در جای یگان در جای بخوف نیستیم. اینجا خوف دارد و ما در بالای برف و یخ هستیم، ما در میان بحر هستیم. این خطرناک است. ما نگاه نکرده به این خطرها خواستیم اولین تاجیکان دو نفر اولین تاجیک شویم که انا این نیم جزیره ماداگاسکار رو فتح کنیم. باقی خانواد و سربلند باشین، پیگیری کنین، کانتنت هایمون زیاد می شود. در کانالمون ابونه شوین و کامنتاری رو فراموش نکنید. فکر و اندیشه هاتون رو در کامنتاری گذارید. دستگیری شما پیشنهاد ما